آیفون 15 معرفی شده، امروز میخوایم با هم تجزیه تحلیلش کنیم. شروع مراسم با این شنهای رونده بود و در آخر لوگوی اپل رو ساختن. بریم با هم ببینیم که چطور بوده آیفون 15. اول مراسم اپل یه سری فیلم هایی پخش کرد با این هدف که بگه اپل توی زندگی روزمره افراد هست و زندگیشون راحت تر کرده و بعدش یک ویدیوی پخش کرد که بگه اپل دوست داره طبیعته. اپل واچ سری 9 ظاهرش فرقی با اپل واچ سری 8 نداره. ظاهرش کاملا شبیه سری 8. توی اپل واچ سری 9 میتونیم به کمک سیری تنظیمات هلس رو انجام بدیم و میخواین پیاده روی کنیم، بدوین، دوچرخه سواری کنین، هر تنظیماتی که میخواین رو میتونین با کمک سیری انجام بدین و توی این سری از اپل واچ ها میتونین خیلی راحت شماره تلفنتون رو با هم رد و بدل کنین و همونطور که تو تصویر میبینین 5 تا رنگ داره. روشنایی صفحه نمایشش 2000 نیته که تو تاریکی 1 نیت میشه. اینجوری دیگه چشم اذیت نمیشه. و یه حرکت خیلی جالبی اپل انجام داده، این که میتونین با حرکت شست و انگشت اشارتون میتونین به تماساتون جواب بدین، میتونین زمان بذارین، آلارم بذارین، میتونین باهاش به تلویزیون وصل بشین، ساعتتون زنگ میخوره خاموشش بکنین، فقط با حرکت 2 تا انگشتتون، انگشت شست و انگشت اشارتون رو به هم بزنین. به نظر من این حرکت خیلی خفنیه، مخصوصا این حرکتش که از خواب بیدار میشی و ساعت رو خاموش میکنی. خب اپل با 2 تا برند مطرح همکاری کرده. یکی هرمس، این نارنجیه رو میبینین چه اون با هرمس همکاری داشته و بندای اپل واچش رو با از برند هرمس و برند نایکی سفارش داده و برند نایکی یک سری اپل واچ اسپورت زده و هرمس رو میشه گفت یه مجلسی و خوشگل تور زده برامون. خب بریم یه نگاه کلی به اپل واچ سری 9 داشته باشیم. خب بریم سراغ اپل واچ اولترا 2. این اپل واچ هم شبیه سری 9 هستش با این تفاوت که صفحه نمایشش 3000 نیته و باز هم تو تاریکی به 1 نیت تغییر میده. هر دو تا اپل واچ عمر باتریشون بیشتر شده و 18 ساعت رسیده. پیدا کردن آیفون از طریق اپل واچ هم دقیق تر شده. خب هلس توی اپل واچ اولترا باز انگار بهتر شده و میتونین که بیشتر و دقیق تر هلستون رو تنظیم کنیم. خب بریم سراغ آیفون 15، چیزی که هممون منتظرش بودیم. آیفون 15 صفحه نمایش بزرگتر شده چون بریدگی ناچ در بالا پنهان شده. این قابلیت هم توی آیفون 14 پرو مکس هست. با استفاده از این ویژگی نوتیفیکیشنی که براتون میاد، موسیقی که میذارید و مپتون رو میتونین کنترل کنید. اینم از اندازه صفحه نمایش 15 و 15 پلاس. خب بریم سراغ دوربین آیفون 15 که 48 مگاپیکسله و با کمترین لرزش میتونین فیلم بگیرین و دوربین خلاص خیلی خفنی داره. آیفون 15 و 15 پلاس رنگبندی خیلی خیلی جذابی داره. همونطور که تو تصویر میبینین یه سری رنگای شاد و زیبا و چشم نوازی داره که یک حالت شیشه‌ای به پشت آیفون میده و وقتی پشت آیفون رو نگاه میکنین فکر میکنین که شیشه‌ای هستش. توی گوشی آیفون 15 و 15 پلاس تراشه A16 بایونیک استفاده شده و اگه بخوایم با اندروید مقایسه کنیم خیلی خفنه این گوشی‌ها و دوربین خیلی قوی دارن، نویزگیر دارن و وقتی با تلفن صحبت می‌کنید صدای اطراف رو میتونین حذف کنین. این تراشه A16 باعث شده که برای گیمینگ خیلی عالی باشه و سرعت زیادی داشته باشه. اپل یک کار خیلی خفنی انجام داده که مربوط به iOS 17 هم هست. حالا من بعداً ویدیوش رو میذارم. این که میتونین گوشیتون رو کنار همدیگه قرار بدین و شماره‌ها و اطلاعاتی که خودتون به گوشی دادین رو با همدیگه بتونین رد و بدل کنین و اینکه میتونین موقعیت مکانی دوستتون رو خیلی راحت پیدا کنین. حالا دوستتون، بچه‌تون یا حالا هر کی، این گوشی‌ها نویزگیر دارن و با زدن یه دکمه رو خیلی راحت میتونین که نویز اطراف رو حذف کنین و صداتون خیلی راحت برای مخاطبتون بره. این هم
از لوکیشنشه که میگم لوکیشن مخاطبتون رو خیلی راحت میتونید کنترل کنید. حالا فرزندتون هست، دوستتون هست، هر کی هست، البته اگه خودش اجازه بده میتونین که کنترل کنین و داشته باشین. خب بالاخره آیفون از تایپ C استفاده کرد و توی سری جدیدش تایپ C رو ارائه داد. اینم یک نمای کلی از آیفون 15 و 15 پلاس. قیمت آیفون 15 $800 و آیفون 15 پلاس $900. خب بریم سراغ معرفی آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس که خیلی خفن معرفی شدن. جنس فیلمشون از تیتانیوم بازیافت شده است و فوق‌العاده سبک و محکمه. این هم یک نمای کلی از صفحه نمایش آیفون 15 پرو و پرو مکس. آیفون 15 پرو و پرو مکس توی 4 رنگ فوق جذاب تولید شده که هر 4 تاش و یه دکمه اکشن جای اسلایدر میوت رو گرفته و میتونیم باهاش شورتکات ایجاد کنیم. دکمه رو اگه فشار بدیم و نگه داریم سایلنت میشه و یا اینکه میتونیم شورتکاتایی رو بهش بدیم و با یک ضربه اون شورتکاتمون اجرا بشه. میتونیم وایس ریکوردر رو بذاریم، میتونیم دوربین بذاریم و یا هر شورتکات مد نظرمون هست رو بذاریم. تو این سری از آیفون ها صفحه‌شون خاموش نمیشه. وقتی دیگه کاری باهاش ندارین گوشیتون به حالت یک ساعت و یا یک تابلوی دیجیتال رومیزی در میاد، ولی نورش در اون حدی نیست که چشمتون رو اذیت بکنه. توی این سری از آیفون ها ترشه A17 به کار رفته که اولین پردازنده 3 نانومتری بازار و اپل گفته CPU 10% و GPU 20% سریع‌تره. و همینطور اپل گفته A17 باعث شده آیفون 15 پرو و پرو مکس از همه گوشی‌های دنیا سریع‌تر بشه و حتی میتونه قدرت کنسول رو با این گوشی به چالش بکشه. و همینطور گفته کلی بازی میتونین از اپ استور دانلود کنین و بازی کنین و لذتشو ببرین. سراغ دوربین این گوشی که 48 مگاپیکسل و دوربین سلفیش 12 مگاپیکسل بزرگنمای اپتیکال 5 برابری استفاده کرده، ولی مثل زوم گلکسی نیست. اپل ادعا کرده که با دوربین این گوشه میتونین مثل یک دوربین فوق حرفه‌ای فیلم بگیرین و فیلمتون مثل یک فیلم سینمایی بشه. یه نمای کلی از این سری گوشی ها با هم ببینیم و بعد بریم سراغ قیمتش. خب بریم سراغ قیمت این سری آیفون که آیفون 15 پرو از $1000 و آیفون 15 پرو مکس از $1200 شروع میشه. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. برای حمایت از من لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.